سلام دوستان، امروز اومدم با یه ویدیو دیگه خدمت شما. بچه‌ها یه چیزی که برای من خیلی جالب بود، حالا توی پست بعد براتون میذارم. اکثرا یک آفتی هست به شکل پنبه‌ای و سفید رنگه که همه اشتباه میکنن و وقتی که به من حالا یا میارن بهم نشون میدن یا اینکه بهم پیام میدن عکسش رو میفرستن، میگن این شته زده، ما باید چیکار کنیم؟ آقا این آفت شته نیست. این آفت پنبه‌ای شکلی که میبینید نگید هیچی نیست یا گاهی اوقات بخوریدش روی سبزیجات که هست، چون رو سبزیجات رو گل و گیاه هست. این آفت خیلی مضریه و اسمش هم شپشک هست، شپشک آردالود که من توی ویدیو بعد بهتون از نزدیک نشون میدم که گاهی اوقات روی سبزیجات هست و شما بدون هیچ احتیاط و دقتی نوش جان میکنید. حالا چرا میگم میخورید؟ به خاطر اینکه چند وقت پیش من توی یه مهمونی بودم و من کلا حالا از بچگی عادت داشتم سبزی رو توی مثلا جایی که میرم به جز حالا خونه اصلا سبزیجات رو نمیخورم. بعد یهو دیدم که یکی از دوستانم دارن این سبزی ها رو میخورن و بهم میگه که چه جالب، این ببین پشتش یا حالت سفید اینا چیه؟ بعد میخوره. بعد اول دقتی نکردم، بعد نگاه کردم وای این داره این شپشک ها رو نوش جان میکنه. بعد البته واسه من خیلی چیزش بامزه بود. حالا کلا در کل میخوام ببینید و اون دوستم حتما ببینه این نوعی که چی داشته میخورده. بنابراین حالا در مورد آفت شپشک به شما بگم که این آفت خب آفت شپشک یک آفتی هست که شیره گیاه رو بیشترم روی سبزیجات هست، حالا روی اکثر درختام هست ولی حالا چون من در مورد گل‌های آپارتمانی میخوام توضیح بدم، بیشتر از ابتدا از این شروع میکنم. روی گل‌های آپارتمانی زیاد دیده میشه، توی سبزیجات زیاد دیده میشه و این شیره گیاه رو میمکه و وقتی که آب گیاه کشیده شد مثل شته ها تقریبا عمل میکنه، ولی با این تفاوت که خیلی خیلی مضرتره و یهو گیاه رو از دم خشک میکنه و بدترین اتفاقی که هست اینه که قابل انتقال به گیاهان سالم دیگه هم هست. ما وقتی میبینیم یک گیاه آپارتمانیمون این مشکل شده باید حتما اون گلدون رو از گلدونای دیگه فاصله بدیم، گاهی اوقات وقتی زیاده در مجاورت هوا قرار بدیم و یه روش دیگه هم داره که توی پست‌های آینده بهتون میگم چجوری مبارزه کنید.